شرکت پالایش تشناب ناحیه سپیتامن با نام آبیاری چند سال به این سو با مؤسسه دولتی آب و کاریزی این ناحیه وارد بحث دادگاهی شده است. بحث سری بیش از 5 میلیون سامانی می رود که به گفته مسئولان شرکت آبیاری طبق حلنامه دادگاهی این مؤسسه دولتی که سرپرستش حکومت محلی است باید پرداخت کند. پشتی همون کارخانه نمیدونم بلکه یک ویایم پیش کارخانه ما به سنه 1 ینوار 2025 به محاسبات که وای کردیم که قریب که 665,000 سامانی قرضدار شده آمده است. لیکن هر ماه من از نشان دادگی ویام باید که ما ویا یگان چیز نمیشده کار طلب نکردیم. هر ماه اگر همون 8,000 سازشنامه تصدیق شده سازشنامه اون پرداخت کرده استاد هم مزد معاش میشد هم یگان ریمونت و اون دیگرش بیام پول وای کرده میتونیم. ولی مسئولان حکومت ناحیه میگویند از بالای حکم دادگاه به زینه بالای شکایت بردند و ادعای دیگر دارند. ما این رو به سود ارسال کردگی که این روز دیده برآمد است. این اسبابی بار گفتن تحلیل شده است. این سالهای 10 سال 20 سال پیش آمدگی در حالت تحلیل دارد. تحلیل رفته است. ما برطرف میکنیم. با در اینجا گفتن لازم است که سالهای شوروی این آبیاری کنی در بالانسی کارخانه بودگی. لیکن با اهالی وای میکردگی یوری رسون نکردگی. همون دور اساسی پریواتیزاسیون این نباید بود با کارخانه شخصی وارد شود. این مسئله ما دیده برآمد است. در این کار رفته شده است. در همین حال مسئولان شرکت میگویند 20 سال پیش این کارگاه را از دولت خریدند و خدمت رسانیشان را از روی مقررات انجام میدهند. بحث سری مالکیت و گویا در وقتش غیر قانونی خصوصی گردیدنش زمان سر زد که شرکت برای پرداخت قرض دولت به دادگاه مراجعت کرد. طلبی و یا مقصدی و یا من لیشن نفهمیدم. لیکن من یک چیز میدونم که مزد معاش انداز کارخانه قرضدار شده برفته و کردن از شکری خدا که یک تا دو تا و کرده همون انداز شوتی مایه روز کرده بود. یک علاج کرده من ماه ینوار به انداز پیش انداز ده حقدار شدیم لیکن مزد معاش قریب که 70-80 هزار به خسته برفت این قرض ما. بحث جانب‌ها تا به زینه‌های بالایی رفته است ولی تا حال اجرا نشده و به چالش کشیده شده است. مسئولان اداره خواجگی منزلی و کمونالی ولایت سوخت هم میگویند برای حل آن دست به کار شده‌اند. برای بررسی عریضه ما رفته بودیم در آنجا عایدی پرداخت نمودن قرض که در نزدیک کارخانه آبیاری کارخانه آب و کانالی ناحیه سپیتامن زیاده از 500,000 قرض دارد. نقشه چاره‌بینی سازشنامه به امضا رسانیده شده بود که غیر از خدمت رسانی هر ماهی که به مبلغ 6,000 سامانی حساب برآورد کرده میشد به همین باز 3,000 سامانی برای پرداخت قرض‌های موجوده به نوبت گرفتن سازشنامه کرده شده بود. ناحیه سپیتامن ولایت سوخت اطراف 150,000 نفر اهالی دارد و در مرکز ناحیه ساختمان بناهای بلندآشانه نیز شروع شده است. پالایشگاه تشناب آبیاری یگانه مرکز چنین خدمت رسانی است که به هزارها نفر ساکن اینجا خدمت میرساند. حالا مسئولان آن میگویند که در صورت اجرا نکردن عهده‌داری‌های حکومت تقدیر کارگاه ناروشن میماند و احتمال کار آن قطع گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی ناحیه سپیتامن.